ما اونجا به یک بحثایی هم داشتیم، شما دیدید که یکی از بحثای اونجا بحثی بود که خلاصه حزب الله هم جزء این آتش بسته. چرا حزب الله جزء آتش بسته؟ من خواهش میکنم مردم عزیزم به این توجه کنن، مخصوصا دوستان در میدان ما که به طور ویژه هستند، به دقت به این موضوع داشته باشید. سالیان ساله که حزب الله با رژیم صهیونیستی داره میجنگه، ولی واقعا این جنگ اخیری که حزب الله شروع کرد، اینجا رو حزب الله به خاطر جمهوری اسلامی شروع کرد. جبهه مقاومت به کمک جمهوری اسلامی اومد، یعنی همیشه اونجا جنگ بود، اینجا این اتفاق افتاد. لذا اگر ما میخواستیم این آتش بس رو برقرار کنیم که برقرار بشه، حتما با شامل اونها هم میشد. لذا ما بله جز شروط بود. یعنی با گفتیم، یعنی تو اون 10 بندی یکی این بود که آتش بس در منطقه، یعنی ایران و جبهه مقاومت، این شرط اینجا بود. به طور خاص اگر دقت کردید دیدید توییت نخست وزیر وقتی که دعوت کرد برای آتش بس، کلمه لبنان رو و حزب الله رو، نخست وزیر پاکستان، این وقتی این رو آورد. پس این منطق بود. البته بعد که اونا اومدن برداشتی دیگه ای داشتن، یه مقدار زمان بود. البته میدونید وقتی ما رفتیم در پاکستان آتش بس اعلام شد، ولی آتش بس به درستی در لبنان انجام نشد. اون توییتی که من زدم شما مکلفین که آتش بس رو در لبنان برای حزب الله تکمیلش کنید و تثبیتش کنید. اونهای هم حرفشون یکی از بحثاش این بود که اگه آتش بس شد، این اتفاقات افتاد، یعنی بخشی از این تعهدات و مهمترینش بحث حزب الله بود، اتفاق افتاد، ما هم تردد رو در تنگه بتونیم به سمت عادی کردن پیش ببریم، اجازه بدیم برن. من بگم ما همیشه دنبال عادی کردن بودیم، الان هم هستیم، ولی اگر ما اونجا رو یه مقدار متوقف کردیم به خاطری که آتش بس در لبنان به طور کامل برقرار نشد.